خانوما، آقایان، امشب افتخار داریم یکی از شناخته شده ترین چهرهای فوتبال ایران رو به استودیو بیاریم. دروازه‌بانی که اسمش با لحظه های به یاد موندنی گره خورده. با افتخار خوش آمد میگم به علیرضا بیرانوند. علیرضا جان، خیلی خوش اومدی به برنامه. واقعا برای ما و بیننده ها افتخاره که توی این شب با تو گفتگو کنیم. این روزا خیلی اسم تو رو توی اخبار و شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. از تمرینات فشردت گرفته تا اتفاقات حاشیه‌ای که همیشه دور و برت هست. میدونم هوادارا خیلی کنجکاون بدونن الان اوضاع و احوال چطوره. بگو ببینیم این روزا رو چطور میگذرونی و برنامه‌ات بر آینده چیه؟ سلام به شما و همه بیننده‌های عزیز. خوشحالم که این فرصت رو دارم با مردم حرف بزنم. راستش این روزا خیلی روی تمریناتم تمرکز دارم و سعی میکنم هم از نظر جسمانی و هم ذهنی آماده باشم. فوتبال برای من فقط یک شغل نیست، یک سبک زندگیه. حتی وقتی مسابقه‌ای در کار نیست، باید همیشه آماده باشی، چون نمیدونی چه زمانی دوباره به زمین برمیگردی. مردم از من انتظار دارن همیشه بهترینا باشن و این مسئولیت بزرگیه. البته حمایت و عشق هوادارا بزرگترین انگیزه منه. برگردیم به اون سالهایی که با پرسپولیس لحظه‌های طلایی ساختی، 3 قهرمانی پیاپی در لیگ برتر، 1 جام حذفی و حتی رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا. اون تیم پر از ستاره بود و همه میگفتن یکی از بهترین نسل‌های تاریخ باشگاهه. تو هم با واکنش‌های خیره کننده و پرتابای فوق‌العاده‌ات خیلی از نتیجه ها رو تغییر دادی. اون روزا برای خودت چطور گذشت و کدوم لحظه بیشتر از همه برات موندگار شدن؟ اون سالها مثل یک رویای شیرین بودن. ما یک تیم متحد بودیم که همه برای یک هدف می جنگیدیم. بازی‌هایی داشتیم که تا دقیقه آخر نتیجه معلوم نبود، ولی همت و غیرت بچه‌ها باعث می‌شد ورق برگرده. مهار پنالتی رونالدو، پیروزی مقابل السد برای رسیدن به فینال آسیا یا جشن قهرمانی توی ورزشگاه آزادی، همشون لحظاتی هستن که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشن. بعد از اون همه افتخار، یک جدایی غیر منتظره پیش اومد که هوادارا رو شوکه کرد. بعضیا میگفتن تصمیم شخصی بوده، بعضیا هم شرایط باشگاه رو عامل میدونستن. بعدش مدتی بدون تیم موندی که برای هر بازیکنی سخته. اون روزها چطور گذشت؟ آیا هیچ وقت به این فکر کردی که ممکنه دیگه به اوج بر نگردی؟ راستش اون روزا فشار روانی زیادی روم بود. وقتی از تیم جدا میشی که سالها برات مثل خونه بوده، طبیعیه که یه خلأ بزرگی حس کنی. مدتی طول کشید تا دوباره مسیرم رو پیدا کنم، ولی همیشه به خودم یادآوری میکردم که نباید تسلیم بشم. هر روز تمرین میکردم، حتی وقتی بازی در کار نبود. ایمان داشتم دوباره فرصت حضور در سطح بالا رو به دست میارم. در اون دوره بدون تیم، یک شایعه بزرگ همه جا پیچید. علیرضا بیرانوند در آستانه پیوستن به استقلال. این خبر خیلی سر و صدا کرد. رسانه‌ها تیتر زدن و فضای مجازی پر از بحث شد. بعضی هوادارهای پرسپولیس ناراحت بودن، بعضی استقلالیا خوشحال. واقعیت پشت این ماجرا چی بود؟ خب، شایعه در فوتبال همیشه هست. وقتی بازیکنی آزاد میشه، طبیعیه که اسمش به تیم‌های مختلف ربط داده بشه. استقلال هم یک باشگاه بزرگه و طبیعتاً چنین صحبت‌هایی مطرح شد. ولی من هیچ وقت به صورت جدی با اونها وارد مذاکره نشدم. ترجیح دادم آیندم رو جایی رقم بزنم که حس کنم میتونم تأثیرگذار باشم. در نهایت خبر رسید که تراکتور مقصد بعدی تو شده. تیمی با هوادارای پرشور و فضایی کاملا متفاوت. چی شد که این انتخاب رو کردی؟ تراکتور اون موقع یک پروژه جدی برای موفقیت داشت. وقتی با مدیران باشگاه صحبت کردم، دیدم برنامه‌هاشون با اهداف من همخوانی داره. هوادارای تبریز واقعاً فوق‌العاده‌ان. حضورشون توی ورزشگاه و حمایتشون حتی توی روزهای سخت انگیزه زیادی به بازیکنان میده. من اونجا احساس کردم میتونم دوباره خودم رو ثابت کنم. یکی از پرونده‌هایی که هنوزم بسته نشده، طلب مالی تو از پرسپولیسه.
این موضوع مدت‌ها ادامه داره و حتی بعضیا میگن باید در سکوت حل میشد. خودت چطور به این ماجرا نگاه میکنی؟ این موضوع حق و حقوق حرفه‌ای منه و دوست دارم به شکل محترمانه و قانونی حل بشه. پرسپولیس برای من همیشه جایگاه خاصی داشته و این مسائل نباید رابطه عاطفی من با هوادارا رو خراب کنه. امیدوارم باشگاه هرچه زودتر این پرونده رو ببنده تا همه با دل خوش جلو بریم. یکی از سخت‌ترین مقاطع کاریت محرومیت 8 ماهه بود. هم از میادین دور شدی و هم شایعات زیادی شکل گرفت. اون روزا چطور گذشت و چطور تونستی دوباره برگردی؟ دور بودن از فوتبال برای بازیکنی مثل من واقعاً عذاب‌آوره. اما از همون روز اول تصمیم گرفتم این زمان رو از دست ندم. تمریناتم رو حتی شدیدتر کردم و سعی کردم روی جنبه‌های روحی هم کار کنم. برگشتن بعد از چنین دورانی سخت بود، ولی همین سختی هاست که طعم موفقیت رو شیرین تر میکنه. منم از شما و دعوتتون ممنونم. همینطور از همه بیننده ها که همیشه حمایتم کردن. قول میدم بهترینم رو برای هوادارا به زمین بیارم. خب دوستان عزیز، اینم از یک شب دیگه با یک مهمون ویژه. اگه از این گفتگو خوشتون اومد، لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید. تا شب بعد، خدا نگهدار.